بسم الله الرحمن الرحیم. درس دیگری ما درس حدیث از خواهران عزیز از کتاب ادب المفرد امام بخاری که گفته بودیم امام بخاری این کتاب را با حدیث های احترام پدر و مادر شروع میکنند و ما یک چند حدیث را درس دیگر گفته گذاشته بودیم و بعضی از مادرها شخصا تشکر کردند که خیلی حدیث ها خصوصا برای فرزندهای کلانتر حدیث های مهم و درکاری بود و اگرچه الحمدلله اکثریت مردم ما تاجیکستان احترام پدر و مادر را تا امروز به جایش می آورند، ولی با این مهاجرت و با سفر کردن و با آمیخته شدن با دیگر قومی دور از این فرهنگ اسلامی اخلاق اسلامی، مردم ما هم دارن دیگر این مسئله رو کم کم مثل پیشتر جدی نمی گیرند و هستند مردها و زنهایی که صدای خود را بالای پدر و مادر بلند میکنند و هستند پناه به الله فرزندهایی که حتی از غیبت و از حقارت و دشنام پدر و مادر خود هیچ جای خجالتی ندارند که پروردگار از این گونه فرزندان عاق ما را نگه دارد که نه خود این گونه باشیم نه فرزندان ما. آیت دیگر را می آورند از سوره اسراء. الله میگوید واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، یعنی پروردگار میگوید تو ای فرزند بالای پدر و مادرت آن بال و پل ذل ببخشید. بال و پر یعنی آن دو دستانی که از خاکساری در پایان باشند و پر از مهر و محبت باشند بالای آنها کشا. و این آیت به هر یک فرزند امر میکند که شما خاکسارانه و تماما با یک انسانی که عموما متکبری ندارد، خود را بالا نمیگیرد، خود را دارنده با قوت نمیگیرد، با پدر و مادر خود مناسبت داشته باشد. و جناح الذل همان دو بال است یا دو قنات پرنده هست که وقتی که بالای فرزندکاش آن را میپوشاند، انسان از یک طرف وقتی میبیند پر از محبت است، پر از مهربانی هست، پر از حمایت است. و الله میگوید وقتی تو بزرگ شدی و وقتی تو دیگر توانش را داری، تو آنها را زیر بال پرت بگیر، اما آن بال و پر باید از ذل باشد، از تواضع، از خاکساری باشد، نه اینکه من شما را نگاه دارم، من به شما خرج و خراجات میکنم، من اکنون نباشم شما این است و آن استید گویان. نه، با یک خاکساری، با یک مهربانی چگونه که آنها تو را با پر از دستان و با پر از بالهای مهربانی بزرگ کردن تو هم از پی پدر و مادرت باش. در دوامش میگویند از ابو هریره روایت است که پیامبر گفتند لا یجزی ولد والده الا ان یجده مملوکا فیشتریه فیعتقه. یک فرزند به پدر خود احسان‌های کرده‌اش را بر نمیگرداند، هیچ برگردانیده نمیتواند. یعنی خوبی هایی که پدر برای تو کرد، اگرچه آن پدر پرتافته رفته باشد، اگرچه آن پدر در تربیه تو عموما شریک نباشد، عموما نباشد هم، به هر حال حق یک پدرت را تو اصلا بجا آورده نمیتوانی، مگر اینکه فرض کن پدری تو یک برده باشد، زیر دست یک انسان همچون برده کاملا در تصرف آن باشد و تو را آزاد و تو او را آزاد کنی. و آزاد کردن یک برده یعنی نجات دادن او بود که الحمدلله ما در این 100 تقریبا 30 سال بردگی از بین رفته است و نمیدانیم، ولی پیشتر اگر خوانده باشید دیده باشید از همه چیز قیمتترین حاضرم هست این یک انسان است و آزاد کردن برده بر این یگان کاری بالاتر نبود. و پروردگار وقتی که از پدر و مادر به ما میگوید، پیامبر مثال عجیبی میزنند که میگویند تو حق پدرت رو بجا آورده نمیتوانی مگر اینکه پدری تو یک برده باشد و تو او رو از آن بردگی، از آن احوال نجات دادی. در اینجا تو گویا همان گونه که او برای تو خوبی کرد خوبی کردی. پس گمان نکن که با کم یاری کردن، با کم دستگیری کردن حق فرزندی تو به آخر رسید. و در دوامش حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند
سبحان الله، اینجا یک آثار عجیب است از عبدالله ابن عمر. بیاید اول آثار رو ببینیم بعداً به حدیث گذریم. ابی برده که فرزند ابو موسی اشعری هستند میگویند من همراهی ابن عمر بودم، یعنی من همراهی عبدالله ابن عمر بودم و همراه ما در حرم بودیم، در نزد کعبه بودیم. یک مردی که او از یمن بود در اطراف کعبه طواف میکرد و مادرش را در پشتش گرفته بود، یعنی در پشتش مادرش را میبرداشت و طواف میکرد و این شعر را میخواند: اینی لها بعیروها مذلل این اذعرت رکابها لم اذعر. من به مادرم مانند یک مرکب هستم، یعنی مانند یک حیوان هستم، اسب گفتیم، خر گفتیم، که من او را در پشت خود سوار کردم. اگرچه حیوان ها خسته می شوند و بعضا از سخن صاحبشان اطاعت نمی کنند، من اصلا این کار را نمی کنم. من همیشه در اطاعت مادرم هستم. این شعر را میخواند و مادرش را در پشتش گرفته در اطراف کعبه طواف میکنانید. سپس او عبدالله ابن عمر را میبیند و میشناسد و میگوید: ای فرزند عمر، آیا دیده ایستاده ای؟ من حق مادر را به جا آورده ایستادم. ببین که من چیکار کرده ایستادم. آیا من با همین کارم حقش را به جا آوردم؟ یعنی سوال میکند که آیا من با همین او را در پشت سوار کردن و طواف کردنم حق مادرم را به جا آوردم؟ عبدالله ابن عمر میگویند لا ولا بزفرت واحده. نه، تو حق مادر را به جا نآوردی. همان دردی که در وقتی تو را تولد کردن میکشید و نفسهایش از درد تولد دیگر گرفته میشد، به اندازه یک درد و یک نفس گیریش هم این کارهای تو انجام داده نیست. یعنی سبحان الله، این شاگرد پیامبر، این پسر عمر فاروق به این مرد میگویند تو گمان میکنی با همین طواف کردن حق مادر رو به جا آوردی؟ اون همه دردی که در تولد کشید فقط به اندازه یک درد و یک نفسش این کاری کرده ای تو برابر نیست. و بزرگ بودن حق مادر رو میگویند که این حدیث برای خیلی زیاد، یا گفتیم این آثار پیامبر باید درس باشد که بعضا با یک حج فرستانیدن، با یک معرکه کردن، یا گفتیم با یک ضیافت دادن، با یک کمی کمک کردن، دیگر مردم طعنه میکنند که برای مادرم این کردم و آن کردم و آن کردم. اما بیایید شماریم مادر برای ما چیکار کرد. مادر برای ما چیکار کرد، ما برای او چیکار کردیم که اینقدر بعضا از کرده های خود مغرور میشویم. سپس میگویند بعد از این سخن را به آن مرد یمنی گفتند. عبدالله ابن عمر به ابی برده یا ابو برده فرزندی ابو موسی اشعری میگویند نماز خواندند در پشت مقام ابراهیم و گفتند هر دو رکعت نمازی که ما در اینجا میخوانیم کفاره گناههای پیشتره میگردد. و در حدیث دیگر مرد به نزد پیامبر می آید و به پیامبر بیعت می کند که پیامبر الله، من با تو عهد و پیمان می بندم که من بیعت کنم، یعنی عهدنامه بندم و هجرت کنم با این بیعت، یعنی ترک کنم پدر و مادرم را، خانه و در و زندگیم را و پیش شما آیم. ولیکن ترک ابویه یبکیانی. این مرد وقتی که این جوان وقتی پیش پیامبر آمده بود برای هجرت کردن، پدر و مادرش در عقب مانده بودند و خیلی گریه میکردند و در روایت آمده است که این یک دانه پسر بود و او وقتی او میگوید من میخوام هجرت کنم اینجا آیم، پیامبر میگویند آیا کسی با تو است؟ او میگوید پدر و مادرم که در عقب ماندند و خیلی گریه کردند. پیامبر میگویند ارجع الیهما، نه، به نزد هر دوی آنها برگرد و اضحکهما کما ابکیتهما، و آنها را بخندان، یعنی سبب خوشحالی آنها شو چگونه که سبب گریاندن آنها شدی. یعنی اینجا پیش من نه آی، برو پدر و مادرت را خوشحال کن چون که آنها را گریاندی و آمدی، یعنی تنها ماندی. و
در حدیث دیگر آن هم از ابو هریره هست که آثار ابو هریره هست و خواهران عزیز، ابو هریره با برالوالدین و نکوکار بودن و مادر خود مشهور هستند و در اول مادرشان مسلمان نبود. حتی پیش پیامبر آمده میگویند پیامبر برایم دعا کن که مادر من از آتش دوزخ نجات یابد و مسلمان شود. با برکت دعای پیامبر مادر ابو هریره اسلام می آورند. اینجا مرد میگوید من همراهی ابو هریره بودم و وقتی به خانه اش می رفتیم، همین که از دروازه داخل می شد با صدای بلند ابو هریره می گفت علیک السلام و رحمت الله و برکاته یا امته. مادر جان برای تو سلام و رحمت الله و برکت الله باد. و او می گفت در دوامش رحمک الله کما ربیتنی صغیرا. پروردگار تو را به رحمتش بگیرد چگونه که تو مرا در خردسالیم بزرگ کردی. پروردگار به عوض آن خوبی که به من در خردسالی کردی تو را به رحمتش بگیرد. یعنی با صدای بلند ابو هریره به مادر پیرشان همیشه این را می گفتند و از آن طرف مادر می گفت یا بنیه فرزندم و انت فجزاک الله خیرا و رضی عنک کما بررتنی کبیرا. پروردگار به تو جزای خیر بدهد و از تو راضی باشد پسرم از این که تو در این پیرانسالی به من خوبی میکنی، به من مهربانی میکنی و تو هم الله جزایت را بدهد. یعنی بعد از پیرانسالی این همه مادر مهربان و این فرزندی مهربان بود و این آثار یا گفتیم این اخلاق صحابه بود. و میگذاریم درباره حقوق والدین یا گفتیم حقوق پدر و مادر بودن و معنای حقوق پیشتر هم گفتیم اذیت دادن پدر و مادر، گریه کنانیدن پدر و مادر و این چونین کاری که گناه نیست و آنها امر میکنن از آن برآمدن و نافرمانی کردن پدر و مادر است. وگرنه وقتی پدر و مادر تو را به راه ناحقی دعوت میکند، وقتی چیزی را از تو میخواهد که آن چیز یا کردن آن غضب الله هست، برعکس خود پدر و مادر عاق می شود نه فرزند. اما فرزند وقتی به خاطر دنیا پدر و مادر را اذیت می دهد، چیزی که می تواند در حقشان نمی کند، بالایشان صدا بلند می کند و آنها از قفا گریه می کنند، این عاق پدر و مادر بودن است. از ابی بکر روایت است که پیامبر گفتند الا انبئکم باکبر الکبائر. آیا من شما را خبر دهم از بزرگترین گناه های کبیره؟ 3 بار این را گفتند. وقتی صحابه گفتند آره پیامبر الله به ما خبر دهید، پیامبر گفتند یکم اشراک بالله، شرک آوردن به الله. هر چیزی که خاص الله هست به دیگری آن را نسبت دادن، چه از عبادت باشد چه از مسئله ترس و رزق و دیگر خوشبختی و بدبختی باشد. دوم حقوق الوالدین، عاق شدن پدر و مادر، یعنی اذیت دادن و گریاندن و خفه کردن پدر و مادر. و جلس و کان متکیان، پیامبر وقتی این دو چیز را گفتند نشسته بودند و تکیه زده بودند. سپس میگویند گفتند الا و قول الزور، الا و قول الزور، و آگاه باشید از بدترین گناه های کبیره قول زور است. قول زور یعنی تهمت کردن، سخن ناحق گفتن و پیامبر این را 3 بار تکرار کردند. در روایت دیگر اینقدر پیامبر این را تکرار کردند که صحابه ها گفتند لیته سکت، کاش پیامبر دیگر این را تکرار نمی کردند. و در شرح حدیث آوردند که چرا پیامبر گشته و برگشته گفتند تهمت کردن دیگران، ناحق گفتن در حق دیگران، ناجا گفتن در حق دیگران، چرا پیامبر چند بار تکرار کردن؟ برای اون که آسانترین گناه کبیره که مردم پروا نکرده آن را انجام میدهند همین تهمت گفتن، همین ناحق گفتن، همین بدگمانی های خود را نسبت یک انسان روا دیدن است. حدیث دیگر باب درباره الله لعنت کند هر کسی که پدر و مادر خود را لعنت میکند. میگویند از علی پرسیده شد که آیا پیامبر بعضی از سخنها بعضی از حدیثها را
مخصوص شما کرده بودند که فقط به شما گفته باشند و به کسی دیگری نگفته باشند. حضرت علی گفتند نه، پیامبر هر چیزی که به دیگرها میگفتند به ما میگفتند، یا چیزی که به من گفتند به دیگران هم گفتند، مگر بعضی چیزها هست که در همین صحیفه ها من نوشته ام. یعنی ورقه رو از داخل غلاف شمشیر خود بیرون میکنن و میگویند در همین بعضی چیزها نوشته شده است که شاید دیگرها ندانند و در آنجا نوشته شده بود. پیامبر گفتند لعن الله من ذبح لغیر الله، لعن الله من سرق منار الارض، لعن الله من لعن والدیه، لعن الله من آوى محدثا. پیامبر گفتند الله لعنت کند هر کسی که بجز الله به بوت، به قبر، به درخت، به کسی، به چیز دیگر قربانی میکند و باید قربانی ما ریختن خون حیوان با نام الله برای الله باشد. هر حیوانی که به حرمت یک انسان، به حرمت یک قبر و یک مزار خونش ریخته می شود، اولا شرک است، دویما پیامبر او را لعنت کردند. دیگرش لعن الله من سرق منار الارض، الله لعنت کند هر کسی که زمین دیگران را می دزدد. نشانه هایی که در زمین گذاشته شده است که از اینجا تا آنجا زمین تو هست، بقیه زمین دیگر او رفته اون رو عوض میکند تا که یک وجب باشد هم اون زمین رو به خود در آورد، چه از دیوار رو کوچانیدن باشد چه با دزدی زوری باشد. الله لعنت کرده است. سیوم پیامبر گفتن لعنت کرده است الله، یا لعنت الله باد به هر کسی که پدر و مادر خود را لعنت میکند. در حدیث دیگر وقتی می آید چه خیلی آدم پدر و مادر خود را لعنت میکند، پیامبر میگویند پدر و مادر دیگری را لعنت میکنی، او هم پدر و مادر تو را لعنت میکند. و سبحان الله، حقارت کردن یک نفر با پدر و با مادرش این لعنت شدن است. لعنت کردن یک نفر با پدر و مادرش، خودش را نه، پدر و مادر یک نفر را لعنت کردن، پدر و مادر خودت را لعنت کردن است. اکنون خودتان بپرسید، بدانید یا ببینید که خصوصا در جامعه تاجیکستان خیلی امیدوارم که امروز تغییر یافته باشد. زمانی که من مثلا تا 20 سال پیش بودم، لعنت کردن یک نفر، نام مادر رو گرفته حقارت کردن، نام پدر رو گرفته حقارت کردن، حتی به بابا و بیبی ها یگان مشکلی نبود. پدر بزرگ نبیره خود را پدرت و مادرت گویان دشنام میکند، مادر فرزند خود را بر پدرت گویان لعنت میکند، نعوذ بالله. همسایه خود را، یعنی یک نفر را، خودش را به خاطر ظالم بودنش دشنام کردن، آن هم دشنامی که فحش نباشد، یا ظالم گفتن چیزی دیگر اگر او حق داشته باشد بوکه نه، اما چرا پدر و مادر او را حقارت میکنی؟ چرا پدر و مادر یک نفری که آنها گورشان خبر ندارد که فرزندشان غلطی دارد این غلط رو میکند تو دشنام میکنی؟ در حدیث دیگر آمده است که پدر و مادر دیگر رو لعنت میکنی، او هم پدر و مادر تو رو. انا همین انسان لعنت شده است که ببینید پناه به الله که چقدر مردم همین خیلی نشسته امروزها در دست تلفن، در کامنتاری و در جای دیگر به خود لعنت گرفتن میگیرند و لعنت شدن چیزی آسان نیست. سبحان الله، انسان بی برکت میشود، انسان دور از رحمت الله می شود. بدترین دعای بد در دنیا همین لعنت است. و در دومش پیامبر گفتند لعن الله من آوى محدثا، الله لعنت کرده است، یا به معنای دیگر الله لعنت کند هر کسی که به یک گناهگار، به یک بدعتگار، به یک ظالم کمک میکند، طرف یک ظالم رو میگیرد. دیده و دانسته یک انسان در ظلم است، یا به خاطر اینکه با او خویش و تباری دارد، یا به خاطر اینکه خوی این انسان خوش آمدگر و چاپلوس است، یا به خاطر اینکه مال دنیا، شخصیت و وجدان این انسان را تماما از بین برده است، یک ظالم رو یا یک گناهگار رو یا یک بدعتکار رو طرفدار میکند. و پیامبر چه گفتند؟ الله لعنت کند هر کسی که و محدثن، یک بدعتکار و یک گناهگار و یک ظالم رو طرفداری میکند. و حدیث دیگر است، بیایید حدیث دیگر رو که کمی درازتر است، زنده و سلامت باشیم، درس دیگر گیریم تا همینجا پروردگار عمل کننده گرداند و به قدر مادر و پدر خود زنده باشند اگر برسیم
اگر از دنیا رفتند به قدر نزدیکان آنها برسیم، به قدر عزیزانی که آنها دوست می داشتند برسیم و در حقشان دعا کردن و صدقه کردن را فراموش نکنیم، تا که به خاطر این عمل صالح همون که برای الله باید انجام دهیم، پروردگار ما را در رحمت و در مغفرت خود قرار بدهد.